سلام رفقا، چطورید؟ عیدتون مبارک. امروز قراره با هم نگاهی بندازیم به انیمه هایی که قراره توی سال جدید فصل جدیدشون بیان و کلی هایپ دارن. پس اگه دنبال لیستی از انیمه هایی هستید که باید توی 1404 ببینید، این ویدیو رو از دست ندید. شماره 1، اسپیناف از مای هیرو آکادمی. طرفدارای مای هیرو آکادمی کجان؟ این سری سالهاست که یکی از پرطرفدارترین انیمه های شونن بوده و حالا یه اسپیناف جدید ازش تو راهه. جزئیات زیادی از داستان مشخص نیست، اما قرار این نسخه جنبه های جدیدی از دنیای قهرمان‌ها رو نشون بده که تا حالا توی انیمه اصلی بهش پرداخته نشده. یه جورایی مثل یه تجربه تازه توی یه دنیای آشنا. شماره 2، فصل دوم آهار انسان. اگه از انیمه های بامزه و باحال خوشت میاد، این یکی رو نباید از دست بدی. آهار انسان توی فصل اول حسابی دل خیلیا رو برد و حالا قراره توی فصل دوم دوباره برگرده. قرار رابطه بین آهارن و رایدو عمیق‌تر بشه و لحظات بامزه و احساسی بیشتری ببینیم. برای طرفدارای انیمه کمدی این یکی گزینه عالیه. شماره 3، ریمستر انیمه یوگیو. این یکی برگشت به گذشته است. اگر اهل انیمه های قدیمی باشید، قطعاً اسم یوگیو به گوشتون خورده. حالا این سری قراره با یه ریمستر جدید و کیفیت بالاتر برگرده. این یعنی فرصت عالی برای طرفدارای قدیمی که نوستالژی بزنن و برای نسل جدید که با این انیمه آشنا بشن. و اگه دوست داری با دنیای کارت های جادویی یوگیو بیشتر آشنا بشی، این یکی رو حتما توی لیستت بذار. شماره 4، ادامه آرک اگ‌هد در وان پیسه. خب از این یکی چی بگم؟ وان پیس هنوزم داره ترکوندن و ادامه میده. توی سال 1404 قرار آرک اگ‌هد ادامه پیدا کنه و به جاهای هیجان انگیزی برسه. این آرک یکی از مهمترین بخشای داستانه و حسابی طرفدارا رو هیجان زده کرده. اگه تا الان وان پیس رو دنبال نمی‌کردی، شاید وقتش باشه شروعش کنی، چون هنوزم دیر نشده. شماره 5، فصل سوم انیمه فایر فورس. و در آخر فایر فورس، یه انیمه اکشن و شونن که پر از لحظات هیجان انگیز و نبردهای خفن بود. فصل سومش قرار امسال بیاد و منتظر یه داستان داغ‌تر از همیشه باشیم. قرار درباره گذشته شینرا چیزای جدیدی بفهمیم و نبردهای فایتینگ فوق‌العاده‌ای ببینیم. اینا فقط چند تا از انیمه هایی بودن که قراره توی سال 1404 فصل جدیدشون بیان و هر کدومشون کلی هایپ دارن. تو کدوم یکی از اینا رو بیشتر از همه منتظرشی؟ حتما تو کامنت ها بگو تا با هم درباره‌اش صحبت کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، حتما لایک کن و ساب یادت نره که قراره کلی ویدیوهای خفن‌تر بیاد. ساب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. عیدتونم مبارک. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.